سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. با توجه به انتخابات امریکا و تغییر نرخ بهره و کاهش اون، شاهد این بودیم که بازار یه نفسی کشید، یه رشد خوبی کرد و طی این تغییرات حجم قابل توجه پولم وارد مارکت شد. یه فیلتر زدم با این مشخصات که اون استرانگ آپ ترند ها، اونایی که تو میان مدت، کوتاه مدت، بلند مدت شرایط خوب سعودی قوی دارن به ما لیست بکنه. بعد بیاد به من بگه که حالا SMA 5 10 قطع کرده به بالا، 10 20 30 50 50 100 و 100 200 به من یه لیست ارز بده. از بین اینها یه تعدادی ارز آورده که میتونم بگم چند تاش فوق العاده خوبه. ری هست، رادیوم هست، لئو هست. اینا رو این زیر براتون کامنتش میکنم. گوت هست که تو فیلترهای دیگه هم اومده و پیشنهاد میکنم ببینید و حتما نظرتون رو بنویسین. ببین به نظر شما کدومی که از این ارزها پتانسیل خوبی میتونه داشته باشه برای رشد.